خب به فنا رفتیم، من حواسم نبوده، یه چند وقتی هم موتور دست خودم نبوده، اومدم زنده جلو دندونا شکسته، نقب تیز کرده، زنجیر نابود شده. حالا این زنجیری که میبینی این هم 2 زنجیره. بعد این مالیده بنزین، کاس نمدش خراب شده، روغن داره میره ازش. بعدا لاستیک یخ شکنه از زبان من صاف داره. میخوام لاستیک جلو رو بهتون نشون بدم. این لاستیک جلو پیچ های جا پایی کلا یه دونه پیش داره، اون یکی که جاش شکسته، این وریه رفته تو بریده، تا یه دونه اینجا هست. حالا من رفتم بوش گرفتم، حالا بوشم نداره، بوش پلاستیکی گرفتم. اومدم دم این اینجوریه، کل لاستیک تیمون نمیخوره. من فکر کردم مشکل فقط اینه که مثلا دند اینا شکسته. همکنون واکنش 2 شاخ. خیلی داره تکون خورده. دوربین اگه زوم کنه، وضعیت 2 شاخ.